مرگ مغزی خیلی مبحث مشکلیه. خیلی چیزای متفاوتی انجام شد توی این 100 سال گذشته که یه خطی بکشن بگن اون ور خط آدما زنده‌ان، این ور خط آدما مردن. تا قبل از 100 سال سخت نبود، هر کی نفس نمیکشید مرده بود دیگه. ولی الان اگه نفس نکشین شما رو به دستگاه تنفس وصل کنن، حالا چی؟ تا باز 50 سال پیش خیلی سخت نبود، کسی اگه قلبش نمیزد مرده بود. ولی الان یه چیزی هست به نام اینتراواسکولار بالون پامپ، اونو که میذارن جلوی دریچه قلب، اینجوری که باز و بسته میشه جریان خون رو راه میندازه، یا اصلا از یه دونه رگ از ورید، یه دونه هم از شریان، دو تا لوله خیلی بزرگ میارن بیرون، وصل میکنن به پمپ دستگاه اکسیژناتور، مثل همونی که در طی عمل جراحی قلب انجام میدن. اصلا آدم قلبو نمیخواد، بدون قلب و ریه هم زنده است. حالا چی؟ حالا خط کجاست؟ حالا کی مرده است، کی زنده است؟ اگه قدیما اگه یکی رو صداش میکردی، چشاشو باز میکرد، نفس هم نمیکشید، قلبش هم نمیزد، میگفتی مرده. ولی الان یکی میتونه که تحت داروی بیهوشی باشه، توی نفس که نمیکشه چون شل کننده عضلانی بهش زدی، عملا تکونش هم بدی تکون نمیخوره، چشش هم باز کنی باز نمیشه، فقط اون ضربان قلب است. اونم که گفتم اونم خیلی سخت نیست. تو طی عمل جراحی قلب برای اینکه قلب و فلج ما میکنیم که بتونن راحت بدوزن، یه دارویی میزنن که قلبم دیگه نمیزنه، قلب فلج میشه که بتونن بدوزنش. حالا طبق اون تعریفی که ما قدیما داشتیم، همه مریضایی که رو تخت عمل قلب قرار میگیرن مردن، چون نه قلبشون میزنه، نه تکون میخورن، نه نفس میکشن. این خط رو اومدن با سیستمای اومدن گفتن خب شاید کسی زنده است که مغزش زنده باشه. حالا منی یعنی چی؟ یعنی کسی که ویو داشته باشه، مغزش امواج مغزی داشته باشه، همونجور که قلب امواج قلبی داره، امواج مغزی هم میشه ثبت کرد. این هم نشد، برای اینکه اومدن دیدن کسایی که مردن 8 ساعت مردن، بدنشون کاملا اصلا خشکم شده، اومدن مغز اینا رو چک کردن، البته 8 ساعتشون مطمئن نیستم، فکر میکنم 6 یا 8 ساعت، هنوز بعضی وقتا یه اسپایکایی از مغز اینا زده میشه. یعنی این زنده است الان، مثلا همه چیزای دیگه مرده، اصلا امکان نداره که، ولی پس اون امواج مغزی هم کمک نکرد. بعد اومدن تقریبا 30 سال پیش یه تستی رو درست کردن که هنوز این تست معتبره، و با این تست آب سرد رو توی یه دونه گوش میزنن که ببینن حرکت چشما چجوریه. در واقع میخوام ببینن که اون ارتباطات و اتصالات داخل مغز هست یا نه. به نظر میاد که اون کسی که ما هستیم نتیجه اتصالات سلولای مغز ماست. اگه اون سلولا اتصالاتشون باشه این آدم زنده است. دومی کاری که میکنن، دستگاه اکسیژن، دستگاه ونتیلاتور تنفس رو خاموش میکنن، یه اکسیژن وارد لوله تراکیای مریض میکنن که اکسیژنش رو بالای 97% غنی از اکسیژن خون رو نگه میدارن، ولی مقدار کربن دی اکساید همینجور بالا میره. شما اگه که شروع کنین توی پاکت نفس کشیدن، بعد از 10 تا نفس اصلا نمیتونین دیگه تحمل کنین، در صورتی که مقدار اکسیژن پاکت نیست که پایین افتاده، مقدار دی اکسید کربنشه که خیلی بالا رفته. این یکی از قوی ترین محرک‌های تنفسه. اگر که مقدار دی اکسید کربن خیلی بالا رفت و اون آدم نفس نکشید، پس اون اتصالات مغز دیگه نیست. این خط گذاشتم برای کسی که مرگ مغزیه. جواب سوالتون؟ دقیقا من همین نظرم، چون حالا من شاید گفتم احساس، منظوری که احساس آیا یعنی لم چیزی رو درک میکنه یا پیامی رو میگیره منتقل میکنه که شما کاملا علمی این رو توضیح دادین. چون واقعا ما خیلی وقتا نمیدونیم، فکر میکنیم که چون داره نفس میکشه با دستگاه یا قلبش داره میزنه با دستگاه پس این آدم زنده است و ما خودخواهانه میخوایم که این فقط وجود داشته باشه و ما اینو ببینیمش، ولی اون رنج میکشه. و نه فقط این، حتی خیلی از مریضایی که مرگ مغزی هستن و اینو میگم برای اینکه چندین شب تا صبح من مواظب مریضی بودم که آماده اهدای عضو بود، یعنی مرگ مغزش قطعا کامل شده بود، فقط چون وقتی که مغز میمیره بلافاصله تغییرات عجیب و غریبی تو بدن اتفاق میفته که یکی از اون تغییرات مقدار زیادی از یه هورمونی که قلب رو به شدت آسیب میزنه. برای این مواظب این مریضا باید باشیم. در طی اون شب بارها دیدم این مریض دستشو تکون میداد. کلمه‌ایه که من تو ذهن من میاد
ولی دست اون تکون میخورد درسته. برای اینکه حرکت از توی نخاع شروع میشه، یعنی از تا زمانی که نخاع زنده باشه میتونه فرمان حرکتی رو به اعصاب اون عضلات بفرسته و حرکت، دستا حرکت بدون مفهومی دارن یا حرکتایی مثل این رو دارن که هیچ ربطی به مغز نداره و اینو من بارها به چشم خودم دیدم. متاسفانه خیلی وقتا این توی همراه‌های مریضا باعث میشه که به شدت ایموشنال میشن، خیلی به شدت احساسی و هیجانی میشن، خیلی ناراحت کننده است. واسه همین اون لحظه‌ای که مرگ مغزی اعلام میشه همون موقع خواهش میکنن از همراهی مریض بیان ازش خداحافظی کنن که نباشن اونجا که اینو ببینن، چون خیلی صحنه‌های چیزی تحملش آسون نیست. هرچند که اونجا بودن و دیدن، البته مرگ مغزی هم باز من یادم بگم با 3 تا دکتر باید اونجا شاهد باشن. اینجوری نیستش که یه نفر بگه آره من اونجا بودم این کارا رو کردیم جواب نداد. باید 3 نفر اونجا شاهد باشن که این کارا رو کردیم و مرگ مغزی. ولی در اینجا که این خطو کشیدن از اون لحظه به بعد مرگ مغزیه، ولی من سوالم مثلا قبل از اون لحظه است. حالا اومدیم و یه نفری مثل این خانواده‌ای که توی ملسمن داشتن صحبت میکردن اصلا مرگ مغزی نیست. من اصلا سوالم صحبتم با شما اینه که این آدم مرگ مغزی نیست. مثال دیگه بزن، اصلا مثال این خانواده رو نمیزنم، مثال دیگه براتون. دوباره حالا این دفعه راجع به آقای جونز براتون مثال میزنم. آقای جونز 45 سال 50 سال سیگاری بود، روزی 2 پاکت هم سیگار میکشید و یکی از مشکلاتی که سیگاریا پیدا میکنن توی ریه هاشون حبابای هوا درست میشه، حبابای بزرگ هوا درست میشه که در واقع با علتش از بین رفتن دیوارهای آلوئولا یا اون حبابچه هاست که به جای اینکه هر کدوم از حبابا اینقدر باشه یا 2 تا حباب اینقدی درست میشه توی ریه. یکی از این حبابا پاره شده بود و وقتی که پاره میشه باعث یه چیز میشه به نام نیوموتوراکس، در واقع فشار داخل سینه رو بالا میبره، باعث میشه خون نتونه بیاد تو سینه، خون که نیاد قلبم خود چیزی نداره که پامپ کنه. این یه امرجنسیه. اومدن برای این آقا برای اینکه فشار رو خالی بکنن یه تیوب روی سینه‌اش گذاشتن. با گذاشتن این تیوب در واقع راه تنفس این به اون تیوب وصل شد، پس دیگه مدار بسته‌ای توی لانگ نیست. خب حالا به خاطر مشکل تنفسیش عفونت هم که کرده بود، الان اینو حالا گذاشتن رو دستگاه تنفس، کاملا بیداره، حرف میزد، چون که براش تراکیاستومی گذاشته بودن. این که من میگم تقریبا 1.5 ماه بود تو آی سی بود وقتی که من رفتم. دیگه تراکیاستومی گذاشته بودن، انگشتش رو که میذاش روش اجازه میداد که هوا از تارهای صوتیش رد شه، حتی حرف هم میتونست بزنه. در طی 1.5 ماه این آقا بدتر و بدتر شد، ریه‌اش رو صحبت میکنه، ریه‌هاش همین تو بدتر و بدتر میشد، تا اینکه این صحبت پیش اومد که ما اومدیم با این آقا صحبت کردیم، گفتیم که ببین دوست من 1.5 ماه ما سعی میکنیم تو رو از این دستگاه تنفس جدا کنیم، اگه تو رو از این جدا کنیم شاید 1 سال دیگه 2 سال دیگه هم زنده بمونی، ولی نشده. هر بار تو رو جدا کردیم 3-4 ساعت بعد برگشتی رو این دستگاه تنفس. چی میخوای؟ میخوای که تا آخر عمرت رو این دستگاه تنفس زندگی کنی؟ ما تو رو بفرستیم توی یه مراکزی که بیمارای مزمن رو نگه میدارن، یکی از این دستگاه میذارن کنار تا هر وقت زنده بودی هستی دیگه. این آقا جوون بود، فکر میکنم حتی 60 هم نداشت، ولی درمانی نیست. کسی به تو ریه اهدا نمیکنه، ریه های تو به شدت خرابه و قلبت هم خراب کرده، درمانی هم وجود نداره. تو بگو میخوای چیکار کنی، این زندگی برای تو قابل قبوله. من از شما میخوام که شما خودتون الان جای اون آدم بذارید، از خودتون سوال کنید این زندگی برای شما قابل قبوله؟ اینکه همه سالهای روزهای آخر آینده زندگیتون رو توی 4 دیواری باشین، توی آی سی او یا شبیه آی سی او باشین، چراغا همیشه روشنه، شب و نصف شب یکی میاد بهتون یه سیخ میزنه، یا به بغلیتون آمپول میزنه یا به شما میزنه، یا باید ازتون خون بگیرن. این برای شما قابل قبوله؟ دیگه هیچ وقت نتونین رو چمنا بدوین، دیگه هیچ وقت نتونین دنبال بچه ها باشین، همیشه باید تو این تخت باشین. این آقا گفتش که به هیچ وجه واسه من قابل قبول نیست و من اصلا این زندگی رو نمیخوام. همینجا میخوام که من فکر میکردم شما این سوال رو از من بکنید که این همون آتونژیاست یا نه؟ دقیقاً و این آتونژیا محسوب میشه یا نه؟
اینکه ما اجازه دادیم این آقا بمیره آتانژیا نیست. آتانژیا یعنی مفهومش اینه که یک کسی که الان در معرض مرگ نیست، یعنی قبل از این که اتفاق بیفته، از مریض هست، مریضی بدی داره، پین داره، هر چی هست، ولی اگه الان ولش کنی توی اون اتاق نمیمیره. اگه اومدی به این آدم کمک کردی که بمیره آتانژیا است. یعنی مثلا براش آیوی گذاشتی، بهش دارو دادی، حتی اگه خودش هم دارو تاثیر کرد، این آتانژیا است. ولی در مورد این آقای جونز ما این کارو نکردیم. به آقای جونز گفتیم آقای جونز پس ما یه کار دیگه میکنیم، ما شما رو یه طرفه از این دستگاه تنفس جدا میکنیم. از فردا همه سعیمون رو میذاریم که شما بهتر شید. بهترین آنتیبیوتیک رو بهت میدیم، اینو میدیم، اون میدیم، فیزیوتراپ میکنیم. دقیقه‌ای که تونستیم از دستگاه جدا کنیم میریم بخش و دیگه تو آی سی یو برنمیگردیم. کسی که ما فکر می‌کردیم 20 دقیقه هم زنده نمونه، 5 روز تو بخش زنده بود و از همه فامیلش خداحافظی کرد و شبام راحت خوابید و همه فامیلش هم دید و با لبخندم این دنیا رو ترک کرد. لازم نیست که آدم مرگ مغزی باشه تا اینکه، یعنی میتونه یه سناریوی بسیار زشت و تاریک رو تبدیل کنی به یه سناریوی خیلی قشنگ و راحت. مگه این نیست که این آقا باید این راه رو میرفت؟ آره. حالا 20 سال توی اون آی سی یو با اون شرایطی که گفتم باشه یا 5 روز بره تو بخش چشم همه هم بیفته و هیچ که دیگه ملاقاتش هم نره و روزای اول همه میرن ملاقات و حالا میپرسن کم 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 دیگه همه سعی میکنن که آدمو فراموش کنن. قبل از اینکه فراموش بکنن آدمو، حالا مهم نیست فراموش بکنن یا نه، ولی واقعا زندگی وقتی معنا داره که با زیبایی ها همراه و به اضافه اینکه چرا با انتخاب نریم؟ چرا ما انتخاب نکنیم؟ من نمیگم بازم آتانژیا یه مبحثه، خودکشی مبحث دیگه است، ولی من چیزی هم صحبت میکنم شرایط فیوتال بهش میگن، شرایط مریضی که این مریض آینده‌ای نداره، درمان نداره مثلا، یا به شدت دردناکه و درمانش از نظر شما قابل قبول نیست. حتی اگر که کسی یک کنسری داره و عمل جراحی اون کنسر از نظر اون آدم قابل قبول نیست، کاملا این حق رو داره که بگه من عمل نکنیم. من خیلی واضح یادمه که قبل از اینکه مادرم تشخیص سرطان داشت، قبل از اینکه اینو بدونیم بارها گفت من نمیخوام شیمی درمانی بشم. اگه یه روز من سرطان داشتم منو شیمی درمانی نکنید. هم به من گفته بود، هم به برادرم گفته بود، هم به پدرم گفته. خب شانس اینجوری شد که چند روز بعدش فهمیدیم که ایشون سرطان داره. اولین کسی که دونست خودش بود. من بهش قول داده بودم، همونجوری که معتقدم که رفتار پزشکی و اخلاق پزشکی تو کانادا خیلی بالاتر از ایرانه، با معذرت از همه ایرانی‌ها، ولی خب من به این معتقدم. هم ایران دکتر بودم، هم اینجا. اولین کسی که میدونه سرطان داره خودش بود. من نشستم بهش گفتم این نوع سرطانته، این همینه، درمانم میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه، کموتراپی هم باید بشی. تو گفتی نمیخوای کموتراپی، حالا نظرت چیه؟ علت این که این مثال مطرح کردم اینه که یه لحظه ببخشید یادتون نره صحبتتون، ما چراغامون هی روشن و خاموش میشه. من اجازه خواستم از همه دوستان که 10 دقیقه آخر یا 20 دقیقه آخر رو ما تلفن رو جواب بدیم. الان که جواب نمیدم 10 دقیقه ما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب من اینو تون میگم. آره تلفن رو داشته باشین، صحبتشون بکنن. اگر تصمیمتون رو گرفتین که چه جوری میخواین برین، مثلا اینکه تصمیم گرفتین که به هیچ وجه به من خون ندین، بازم حق دارین هر وقت میخواین حرفتون رو عوض کنین. این فکر رو نکنین که نکنه الان من به اینا بگم به من خون ندین بعد دیگه هیچ وقت به من نتونم حرفم عوض کنم. سوء تفاهم نشه. من اصلا منظورم این نیستش که یا این یا اون، من میگم انتخاب دارین. آره دقیقاً پیام اینه که انتخاب بکنید. بله قبل از این که بمیریم و بعد که من شرایطو به مادرم گفتم، گفت خب کموتراپی چه جوریه؟ گفتم آیوی میذاری میری اونجا. گفت باشه کموتراپی بکن. منظورم اینه که شما اجازه دارین حرفتون عوض کنین، معنی چی نیست که نمیتونین دیگه حرفتون عوض کنین. دقیقاً. مرسی. یه تلفن رو ما جواب میدیم. بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. شبتون